وقتی اسم فندک به میون میاد احتمالاً فقط یه اسم توی ذهن همه میچرخه. زیپو، فندکای فلزی مستطیلی شکل با صدای خاصشون. ماجرا از سال 1932 تو شهر برادفورد پنسیلوانیا شروع شد. مردی به اسم جورج بلیزدل تصمیم گرفت یه نسخه بهتر، خوش ساخت‌تر و خوش دست‌تر از فندکای اون زمان بسازه. بلیزدل دنبال ساخت چیزی بود که بشه راحت با انگشت شست بازش کرد و توی هر شرایطی کار بکنه و البته مقاوم باشه. اسمش رو هم گذاشت زیپو، چون از صدای زیپ خوشش میومد. یه اختراع مدرن برای اون دوران. طراحی ضد باد این فندک نقطه قوتش بود. اما اون چیزی که واقعاً زیپو رو جهانی کرد، جنگ جهانی دوم بود. وقتی آمریکا وارد جنگ شد، فندکای زیپو جزو وسایل استاندارد سربازای آمریکایی شدن. بعد از جنگ زیپو دیگه فقط یه فندک نبود. کمپانی با تبلیغات گسترده در دهه 50 و 60 میلادی فندک رو تبدیل به یه نماد کرد که یه شعار معروف داشت: کار نمیکنه؟ مجانی درستش میکنیم. این یعنی یه گارانتی مادام العمر که به مشتری اطمینان میداد زیپو قرار همیشه همراهش بمونه. این تعهد به کیفیت باعث شد مردم نه فقط فندک بخرن، بلکه به برند وفادار بمونن. سینما هم سهم بزرگی تو ساختن افسانه زیپو داره. زیپو معمولا در سریال ها و فیلم ها حضور ثابت داشت. اون صدای کلیک شد نشونه شروع یه لحظه مهم. زیپو تو دنیای موسیقی هم تبدیل به نماد شد. نماد همبستگی، اعتراض و آزادی. اون لحظه معروف که توی کنسرت‌ها مردم فندکاشون رو روشن می‌کردن و بالا می‌بردن. با گذر زمان حتی وقتی سیگار کشیدن کمتر شد، زیپو خودش رو با دنیا تطبیق داد. وارد دنیای کلکسیوندارها شد، مدل‌های خاص و همکاری‌های هنری ارائه داد و کم کم از یه برند فندک تبدیل شد به یه برند برای سبک زندگی. من یاسر نصاری هستم، ارائه دهنده راهکارهای کسب و کار.